همدوران عزیز در هفته بسیار ایستادیم در 45 علاقه 47 درجه شده است تنقره گرم دیگه طاقت نشد تلفن رو کار نکرد اومدیم در یک سایه ایستادیم نوار تلفن رو در آب زده گرفتیم آقای کاظم عبدالله‌زاده یک از تکنولوژ های با قوتی که در تاجیکستان کار فعالیت میکنن ما خدا تعالی با ما امروز میسر کردی همین شناسیم در راه اومده ایستاده بودم که در هفته ایستادم ماشین گرفتم خدای تعالی هم خیلی با اکم شناس شدیم اکم تکنولوژی کلان واسه درباره زیره گپ زدیم چلی که واسه اکم ما فهموندن از یک گکتار زیره 500 کیلو زیره میگیریم و با نرخ $6 فروخته می شود $3000 زیره بوده است یک گکتارش $3000 شما میبینید زیره در زمینی للمی کوریده می شده است در ماه فوریه مارس و بعد از نوروز سه پس جمع آورده میشه هم خیلی شنیدم درست بله و کهی زیره را یگان حیوان نمیخورده است چون که تلخ بوده است از کهش اکم اپارات داشته است در همین تاجیکستان که از کهی وی روغنش رو جدا میکند روغن را همچون دارووری استعمال میشه و همچون در زودهای فارماسیوتیکی همچون برای استحصال دارووری استفاده برده میشه همین سخنهای اکم من به شما گفتم اکنون اکم در گپ میزنم که باز در اینجا ما از کدام میوه ها میتونیم یگان چیزی استحصال کنیم که میوه های ما نپوسد کدام میوهی که میماند از او یگان چی گیریم مثلا میگیریم انار مثلا میگیریم انگور مثلا میگیریم دیگر چیز یک گپ زنید از انار چی گرفته میتونیم انارایی که با سودا نمیرود میده هست صفتش پست است ما چی گرفته میتونیم این انارا رو که شما صفتش یکم پایینه میاریم آپارات دارم داخل آپارات میریزیم دان میکنه دان انار رو که گرفتیم در دستگاه به صورت تمس آب انار رو میگیریم ساک انار رو میگیریم و ساک انار رو گرفتیم میبریم طمع انار درست میکنیم بسیار با قوت در بازار جهانی هم خریدار بسیار داره چیزی انار جور میکنه در آخر طمع انار طمعش چی است طمع یعنی رب ما میگیم رب انار شما میگه همون پامیدور رو که میبریم میجوشونیم پاستا قیام همون طمع قیام میشه هم غوص میشه غوص میشه قیام اکر عالی قیمت اون چه استعمال میکنن اون استعمال همراه با غذا استعمال میکنن و در خوراکی‌ها به کار می‌رود اینا رو به صورت بسته‌بندی‌های 100 گرمی می‌کنن در شیشه‌ها در بانک‌های اینطوری می‌ریزن در سفره‌ها بسیار استفاده میشه و یک طمع بسیار با ارزش خوبیه که در دنیا طرفدارای بسیاری داره حتی برای خودتان هم رو غذا بریزید خوش چیز میشه و همون هسته انار که ما طمعش گرفتیم تمام شد اون هسته‌اش هم نمیریزیم دور هسته‌اش رو میاریم آپارات داریم داخل آپارات روغن هسته انار میگیریم این روغن هسته انار صادر میشه به خارج در بیشتر اون آپارات سازی هایی که داروهای آرایشی کرمای آرایشی به کار میره از همین روغن هسته اناره و شما یعنی هیچ چیزی دور ریختنی نداریم همدیاران عزیز اکم که باز لهجه ایران خودی گپ میزنن ما با لهجه خودمون با ترجمه دیگر گپ یعنی که از الان انارایی که صفتا خوب نیست و با بازار نمیبره یا میپرتونه یا میپوسد اکم تمات تیار میکردن ها تمات پست از پامیدور تیار میکنن که تمات پست میگن خیام تیار میکردن او خیام هم استعمال کرده میشه از در خوراک خوش کرده میشه با قاشق هم خورده میشه خیلی خوردن در دارو هم خوراکی هم دارو هم خوراکی در بانک ها گرفته یوروپا فروخته میشه است میخرد قیمت بلند دارد قیمتش بلند یعنی باز گفتن که بعض از طماط رو وقتی که آب رو گرفتن آب انار رو گرفتن و طماط ساختن یا که قیام ساختن باز دانه وای میمونده است از دانهش میگیریم گفتید روغن میگیریم روغن دانه انار رو میگیرن که روغن دانه انار برای فارماسیوتیک استفاده برده میشه و هم در بانک ها گرفته اگر ما خشک کرده با فروش بروریم اونم در بازار جهانی قیمت در بازار جهانی کارخانه های چیزای کرمای آرایشی بله استفاده میشه بسیار خریداران بسیار داره قیمتش هم بسیار بلنده انکو آقای عبدالله‌زاده گوید که انگور ما بسیار میپوسد از انگور چی استفاده کنیم انگور میگیریم از خسته‌اش و از ساکش میگیریم ساکش برای خوردن خوبه برای همه چیز باز اون هسته انگور که ساکش گرفتیم هسته هاش هم دور نمیریزیم قاقشان میکنیم داخل آپارات میریزیم روغن میگیریم بهترین روغن هسته انگوره
شما در اینترنت سرچ کنید روغن هسته انگور بسیار صفت بالایی داره. برای چی استفاده می‌برن؟ برای خوردنی. برای خوردنی؟ بله. پول در دیگر جای استفاده برای داروواری، برای استفاده فارماسیوتیکا. نه دیگه، برای خوردنی روغن خوبیه در حد خوراک میپزن. خوراک میپزن بله. با روغن انگور. بله بهترین هم مثل روغن کنجد. بسیار روغن خوبی داره. صفتش بلند. از همین سخراز از چی ما گرفته میتونیم؟ ما همین رنگ شکر است و پودر است و آرد برین. خب اون شکر که به صورت پود ما دستگاهی هستش به نام چیز. اینا در آپارات‌های هست که میتونیم بیاریم، قسمتشو من میسازم، قسمت دیگرشو خریداری میکنیم. هر میوه‌ای که ساکش گرفتیم، این ساکشو به صورت پود مثل شیرخوش در میاریم، این بسته‌بندی میکنیم، در بازار جهانی به فروش میره. خیلی خوبه. همدوران عزیز من به کدام در کار باشد به من مراجعت میکند. اکی عبدالزاده را ما میوبم آپاراتور خرید میبرید از انگور، از دلخواه میوه سوکش رو گرفته، یعنی آبش رو شربتش رو گرفته از آب وای سخرازه، یعنی که شکری که من این رنگ آرد است و استحصال میکنن که در مغازه‌های ما از خارج کشور وارد میکنیم. یعنی و این شکر رو سخراز رو کسلی ها قند بسیار استفاده میبرن. با کسلی ها در کار است کدام کسلی ها شکر نمیخورد، سخراز میخورد. این دیتیچسکی، این یعنی دیتیچسکی چی میگه اکا؟ پرهیزی است. ما این مردک خدا با ما داد امروز که از این مردک ما یک خیلی معلومات ها گرفتیم درباره پیسته، درباره زیره، درباره شربت های دیگر، استحصال دیگر نمود، هر نمود مواد ها. همدیگران عزیز حرکت کنید، ما حرکت کنیم، خدای تعالی با ما میتید. اگر همین معلوماتی که من به شما پیشنهاد میکنم یک مایده معقول شدگی باشد، یک سخن نویسید، یک لایک مونید، یک پدلیت کنید، یک دیگر رو بگید پادپیسات کنید. خودتون اگر پادپیسات نباشید پادپیسات کنید، چون که در آینده ما از این هم بهترینش رو نشون میدیم. خدا در پناه همه شما رو در پناهش خدا نگه دارد تا نورهای آینده.